نسبت به همون دایره مبنایی که بهتون گفتم تو ویدیو قبلی که حتما ویدیو قبلی رو پیشنهاد میکنم یه بار دیگه برو ببین که کامل متوجه بشی که تایم موتور 4 سیلندر به چه صورت میشه. بیا جلو. ما سیلندر 1.4مون تو بالاترین نقطه خودش یعنی همون TDC میمونه که با ساعت قبلا ما اینو گرفتیم. اون زیاد مهم نیست، در آوردن اون خیلی راحت و سریعه. میایم روی میل سوپاپا. ما توی دایره مبنا گفتیم چی؟ گفتیم زمان بسته شدن سوپاپ دود و باز شدن سوپاپ هوا میشه قیچی میل سوپاپ، یعنی قیچی کردن سوپاپ ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه در زمانی که پیستون به نقطه مرگ بالا یا همون TDC رسیده جفت سوپاپا بازه، ولی به مقدار لازم. اون مقدارش رو ما فقط با ساعت میتونیم درش بیاریم که اینجا کامل میخوام به توضیح بدم که چه شکلی اینو تنظیمش کنیم. بگیر اینجا ما ساعتمون رو روی استکانی تنظیم میکنیم. نازل ساعت رو بگیر روی استکانی، روی استکانی تنظیم میکنیم. خود ساعت رو بگیر. خود ساعت داره چی میگه؟ میگه روی عدد 3 عقربه کوچیکه، عقربه بزرگ رو میاریم صفرش میکنیم. بهترین حالت تنظیم میل سوپاپ این شکلیه که 1 میلیمتر به هر استکانی لیفت بدیم. لیفت یعنی چی؟ یعنی همون جایی که میل سوپاپ داره شروع میکنه واسه باز کردن سوپاپ. پس میریم یواش یواش میریم تا این سوپاپ شروع کنه به باز کردن. این دقیق 1 میلیمتر سوپاپ رو لیفتش کرد. این میل سوپاپ دودمون تنظیم شد. این برای میل سوپاپ هوا. اون هم گفتیم چی؟ عین همون میل سوپاپ دود. زمانی که میل سوپاپ بالاه و سوپاپ بسته است صفرش میکنیم. البته خوندن ساعت اندیکاتور هم توی ویدیو قبلی گفتم، اونم حتما باید ببینید. خب میل سوپاپ میبریم جلو تا وقتی که 1 میلیمتر استکانی بره پایین یا اون سوپاپ باز بشه.
ما میل سوپاپامون رو با ساعت تنظیم میکنیم. لیفت هر سوپاپ رو میذاریم 1 میلیمتر. الباقی تنظیما رو داینو دقیق تر در میاد که با اون گراف داینو میتونیم ما تنظیم کنیم که میل سوپاپ دود زودتر باز بشه یا میل سوپاپ هوا. پس تا اینجا تنظیم کردن دقیق میل سوپاپ به این صورته. تمام موتورهای 4 سیلندر هیچ فرقی نمیکنه موتور چیه، به غیر از موتورهای باکسر تمام موتورهای 4 سیلندر به این صورت تایم میشه. تمام.